سلام بچه ها، خوش اومدید به کانال خودتون تخم مرغ. امروز میخوایم بریم با روباه آشنا بشیم. قبل از که بریم لایک و ساب یادتون نره. جانوری از تیره سگسانانه، تقریبا در همه جای دنیا زندگی میکنه. دم کلفت او با موهای کرکی هم او را زیبا کرده و هم کاربردهای دیگری داره. با این دم در هوای سرد میتونه پاها و بینی خود را بپوشانه. حرکت در برابر آن پیامهایی را برای روباهان دیگر بفرسته. موجب فرار جانورانی میشه که دشمن روباهن. در طبیعت دشمنان فراوانی داره و گوشخوارانی چون گرگ، گربه‌های وحشی، خرس و همچنین پرندگان شکاری مانند عقاب‌ها و جغد بزرگ به روباه حمله میکرده و او را شکار میکنند. گالچی‌ها گاهی روباه را بر دم، پوست پرمو و نرمش به دام میاندازند. در بعضی نقاط دنیا از گوشتش هم استفاده میکنند. بیشتر روباهان تنها زندگی و شکار میکنند. هنگام پرورش توله‌ها زندگی مشترک دارند. او حیوانی است که خیلی سخت به تله میافتد و گاهی اوقات پای خود را که در تله افتاده وسیله دندان قطع نموده و تله نجات پیدا میکنند. راه روباه یک روباه سارخ یا معمولی جوانترین گونه سگزادان بومیه که بسیار نقاط نیمکره شمالی از جمله آسیا، شمال آفریقا، اروپا و آمریکاست و توسط انسان به استرالیا هم آورده شده. بزرگترین نوع روباست. بیشتر دوندگان تغذیه میکنه اما رژیم غذایی بسیار متنوعی داره و از خرگوش‌ها، پرندگان، خزندگان، بیمهرگان، سمداران کوچک هم شکار میکنه و گاهی از گیاهان به خصوص میوه ها تغذیه میکنه. خصوص بچه آنها در مقابل شکارچیان بزرگتر مثل پلنگ، گرگ، عقاب‌ها و جغدهای بزرگ آسیب پذیرند. در تمامی انواع زیستگاه زندگی میکنند. در مناطق معتدل رو ترجیح میدن. نواحی بسیار خشک و جنگل‌های انبوه دوری میکنند. روباه ترکمنی کوچکتر از روباه قرمز. پاهایش نسبتا بلندتر و گوشش کوچکتره که در قاعده پهن میشه. دندانهای کوچک و همچنین جمجمه پهن داره. رنگش خاکستریه با رنگ نقره خاکستری و قهوه‌ای روشن و قرمز. زیر پوزه‌اش سفیده. طول بدنش بین 50 تا 100 سانتی متر، طول دمش بین 22 تا 35 سانتی متر. چشمان سفید مایل به قرمز. جثه‌اش کوچکتر است، پای آن بلندتر روباه معمولی است. مشخص اصل آن دم نسبتا کوتاهی به شمار میره که برخلاف سایر گونه‌ها تای آن به زمین نمیرسه. در فصل زمستان موهای بسیار بلند و به رنگ خاکستری متمایل به سفید داره که این رنگ در تابستان به رنگ نخودی مایل به قرمز موها تغییر پیدا میکنه. موها آن نیز کوتاه میشه. روباه قطبی که در نواحی قطبی اروپا، آسیا و آمریکا شمالی زندگی میکنه. طول بدن آنها 46 تا 68 سانتی متر و اندازه دمش تا 35 سانتی متر میرسه. ضخیم‌ترین خز را داره که باعث میشه بتونه حتی دمای منفی 70 درجه را تحمل کنه. آنها بدنی مدور و پاهای کوتاه و پرمو دارن و گوشاشون کوچکه و تقریبا گرده تا دفع گرما به حداقل برسه. از دوندگان کوچک توله فوک، ماهی، پرندگان آبزی و دریایی را شکار میکنن. الاسشه‌ها باقی مانده غذای خرس قطبی، میوه‌ها، گیاهان دریایی، حشرات و بیمهرگان را تغذیه میکنن. در ماه‌های میهوشروان پس از 51 تا 57 روز بارداری 4 تا 11 توله به دنیا میارن. در مادر هر دو از توله‌ها نگهداری میکنن. به قطبی تک همسره. لانه‌های زیرزمینی پیچیده‌ای برای بزرگ کردن توله‌ها درست میکنه. به گاهی از دیگر خانواده نیز به آنها در پرورش توله کمک میکنن. در تابستان پوششی متفاوت داره که به رنگ کوه‌ها و صخره‌هاست. در زمستان سفید به رنگ برف در میاد. شاهروباه یا روباه افغان که در انفزارهای کوهستانی افغانستان و ایران برخی نقاط بر روی صورت دو نوار سیاه و مشخص داره. از چشم‌ها به طرف بیرون امتداد پیدا کرده. طول بدنش در حدود 50 سانتی متر. کمیاب‌ترین روباه ایرانه. موی بدن آن انبوهه و دمی بسیار بلند و پرمو داره. تو تمام روباهایی که در کویر زندگی می‌کنه گوش‌های بزرگی داره تا گرما را از خود دور کنه. اما برخلاف سایر روباه‌های کویر لایه‌های پوشیده شده از مو نداره تا 58 را از شر داغ بیابان محافظت کنه. دم آن تقریبا به اندازه بدنشه. رنگ پوستش برنزی روشن و در زیر بدن سفیده و لکه سیاهی نیز در نوک دمش دیده میشه. 5 روباه صحرایی شمال آفریقا و خاورمیانه زندگی میکنه. زیستگاه آن در شهر بزرگ آفریقا و شمال آفریقا است. اندازه بدن آن 37 تا 41 سانتی متر، دمش 19 تا 21 سانتی متر. کوچکترین گونه روباه به دلیل داشتن گوش‌های بسیار بزرگ به راحتی قابل تشخیص. جانورانی شبکارند و روزها در سوراخ‌هایی که در شن حفر میکنه به سر میبرند. از جوندگان کوچک، پرندگان، حشرات و خزندگان کوچک شهرایی تغذیه میکنند. صورت دست جمعی زندگی میکنند. جفت‌ها در تمام زمان زندگی خود با یکدیگر میمانند. هر جفتی یا هر خانواده‌ای دارای قلمرویی مخصوص به خود است. روباه‌های صحرا در بهار پس از 50 روز بارداری 2 تا 5 توله به دنیا میارن. دوستان مرسی تا اینجا همراهم بودید. لایک و فراموش نشه کامنت هم بذارید. ستون داریم تا ویدیو بعدی. بدرود.